حامل القرآن قد خصك الرحمن. ادغام متقاربین. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درس امروزه ادغام متقاربین. سوال: کدام وقت ادغام متقاربین می شود؟ جواب: هر وقتی که دو حرفی در مخرج و در صفت نزدیک روبرو آیند که یکمش با سکون باشد و دویمش با حرکت، در این حالت حرف یکم به حرف دویم در آورده خوانده می شود که این را ادغام متقاربین می گویند. سوال: این خیل حرف ها به چند مخرج جدا می شوند؟ جواب: این حرف ها به دو مخرج جدا می شوند. مخرج یکم حرف های لام و را و مخرج دویم حرف های قاف و کاف. مثال اول کلمه های بل رفعه الله. ببینید حرف لام به حرکت آمده است و بعد حرف لام حرف را آمده است که با حرکت است. در این حالت حرف لام را نخوانده حرف را را دو تا کرده می خوانیم. بر رفعه الله، بر رفعه الله. مثال دوم کلمه های الم نخلقکم. ببینید در اینجا حرف قاف و حرف کاف روبرو آمد که حرف قاف را به حرف کاف در آورده می خوانیم که این را ادغام متقاربین گویند. الم نخلقکم، الم نخلقکم. علامت های قرآنی این قاعده: حرف اول به سکون می آید و حرف دوم با تشدید می آید. یا حامل القرآن. اکنون بیایید با هم مثال های ادغام متقاربین را گوش کرده تکرار کنیم. وقل ربی، وقل ربی، وقل ربی. الم نخلقکم، الم نخلقکم، الم نخلقکم. یا حامل القرآن. با همین درس امروزه را به انجام می رسانیم. اگر سوال ها باشد در زیر نوار بنویسید، فرصت پیدا کردیم به آنها جواب می دهیم. در آخر دست برداشته از خداوند طلب آن را می کنیم که خداوند آموختن این علم را به شما آسان می گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.